انسان جنگره و کسی که همیشه با دیگران درگیر می شود در نزد خداوند بدترین و منفورترین مردم به شمار می رود. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند بدترین و منفورترین مردم در نزد خداوند انسان الدالخصم است، یعنی کسی که همیشه در جنگ و خصومت است و با اندک نافهمی جنگ و نزاع را برپا می کند، بحث و مناظره و کشمکشی کرده غوغا می بردارد و این صفت همیشگی اوست. روایت بخاری و مسلم. در این حدیث وعید سخت برای کسانی است که جنگ و نزاع و بحث و مناظره و کشمکشی آنها در باطل است، یعنی برای اثبات باطل و یا محروم ساختن حق کسی بحث و مناظره و جنگ و نزاع می کنند و تسلیم حق نمی شوند و حق را نمی پذیرند. می دانند که بر حق نیستند، ولی با وجود این بحث و مناظره و جنگ و کشمکشی کرده باطل را اثبات می کنند و کسی را از حقش محروم می سازند. وکیل دفاع وقتی می داند که زیر حمایش مجرم و گناهگار است، ولی با وجود این باز هم از او دفاع می کند، در تحت این وعید داخل است که در پیشگاه خداوند بدترین و منفورترین مردم به شمار می رود، چون که او برای اثبات کردن باطل و ضایع کردن حق مظلوم بحث و مناظره می کند. انسانی که همیشه با اندک نافهمی با همسر و همسایگان، دوستان و همکاران و اطرافیان خود درگیر می شود و جنگ و نزاع کرده غوغا می بردارد و سخنان فحش و دلخراش می گوید، در تحت این وعید داخل است و در پیشگاه خداوند بدترین و منفورترین مردم به شمار می رود. العیاذ بالله. متن عربی حدیث چنین است: عن عائشة رضی الله عنها قالت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ابغض الرجال الى الله الالد الخصم. رواه البخاری و مسلم.